پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی بگه انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی، به فارسی بگید اشکال نداره، واخلف لی خیرا منها، خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، به من اجر بده، خدایا چیزی که از من گرفتی مال خودته، اختیارش دارید، بهتر تو خزینه تو هست، بهتر به من بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر مسلمانی و مؤمنی که لحظه ورود خبر مصیبتی این سه تا جمله رو بگه، خدا در دنیا عوضش چند برابر به او بهتر میده، آخرت که بماند، اونجا که دیگه بیت الحمده، قصر حمده، خانه شکر برات درست میکنن. ام سلمه اسم شنیدید؟ امهات المؤمنین. یکی از امهات المؤمنین ام سلمه هست، یکی ام المؤمنین عایشه هست، یکی ام المؤمنین خدیجه هست، یکی ام المؤمنین حفصه هست، این سه تا که زیاد شنیدید. یکیشون ام المؤمنین سلمه هست، ام سلمه. این میگه من این حدیث و توصیه از پیامبر شنیده بودم تا اینکه ابو سلمه شوهرم فوت کرد. میگه من این حدیث رو تجربه کردم، میگه شوهرم ابو سلمه فوت کرد، دو تا جمله اول گفتم، جمله سوم نمیتونستم بگم. چقدر راحت داره صحبت میکنه. میگه جمله اول گفتم انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی، رسیدم به جمله سوم نمیتونم بگم، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. میگه من فکر میکردم که ابو سلمه تنها مرد زندگی منه، از بس که این مرد خوب بود، خوش‌حوصله، با ادب، محترم، پاک، کریم، سخاوتمند، نوازشگر، با محبت، هر صفت خوبی که تو انسان خوب باشه تو این میگه بود. کاری، به فکر زن و بچهش، هر کاری کردم، دو جمله میگفتم تا جمله سوم ایست میزدم. تو ذهنم میآمد یعنی کسی بهتر از ابو سلمه دیگه شوهر برای من و بابا برای پسر من پیدا میشه. ولی یه لحظه فکر کردم که خیر در اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته، این وسواس شیطانی است. بر خودم پیروز شدم. یک دفعه گفتم، بعد از که این همه کلنجار رفتم با خودم، یک دفعه گفتم که واخلف لی خیرا منها، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. دیگه راحت شدم، مثل این که یک بار سنگینی رو دلم بود، تا همین که این جمله رو گفتم سبک شدم. میگه بعد از مدتی صدای حلقه دروازه خونه آمد، تق تق تق. در که باز کردم، قاصدیه. قاصد کی هست؟ من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خواستگاری ام سلمه. حالا چی میگی؟ میگه جا خوردم. یه بار دیگه بگو. من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خواستگاری شما، که شما بشی همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم.